أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصاب مصیبت زده من آن کسی است که محقته الذنوب گناه ها او را هلاک کرده است. المصاب کسی که مصیبت زده شده. در عرف انسان ها مصیبت زده آن کسی است که مالش را گم کرد. یگان چیزهایی که کار میفهمند، خانه‌اش را یا که فرزندش، یگان مالش را هنگامی که یا که دستش را، پایش را، گوشش را، چشمش رو هنگام که گم کرد زخمگین شد، در این حالت ما میگوییم که این آدم مصیبت زده شده. لیکن در نزد علما مصیبت زده شده اساسی آن کسی است که قلبش را با گناه، با حرام، با زنا، با دزدی، با فریب و نیرنگ، با حق انسان ها را خوردن قلبش را پوسانیده است، قلبش را تمام کرده است. این انسان چی نامیده می شود؟ مصیبت زده. در قلب خستگی های معنوی دارد. بنابراین ما مصیبت زده، کلمه مصیبت زده را به دو تقسیم میکنیم. یکم مصیبت زده ظاهری، یعنی که بدن یا که مال باشد، اینها ظاهری است. دوم مصیبت زده معنوی، باطنی، یعنی که درونی، مثل اخلاق، مثل غیبت و این چیزها، قلب را با گناه، با زنا، چشم قلب را کور کردن. این هم نمودی مصیبت زده است. بله، المصاب حقا، شخصی که واقعا حقیقتا با مصیبت دچار شده است، این آدم کی است؟ من محقته الذنوب و الشهوات حتی جعلته كالشن البالی. واقعا حقیقتا شخصی که با مصیبت دچار شده است، مصیبت زده شده است، در مشکلی هست، اون کسی که گناه ها و شهوت های اون انسان را چیکار کرده؟ مانده کرده است، فرسوده کرده است. گناه و شهوت و انسان را، تو را یا که ما و شما را به چی تبدیل داده است؟ یعنی که در دور قدیم انسان ها آب را در یک پوستی که از جلد هست، از همون چیز مثل بکلاشکه استفاده می‌بردن، همون پوست را شما گرفته در زیر آفتاب ماندید، چی می‌شود؟ این پوست و پوسیدگی است. قلب خود را به همین تبدیل می‌دهد. آیا ما همین بکلاشکه را، آیا همین پوستی آبی را ما دوباره بعد از پوسیدن، بعد از نابود شدن، بعد از هیچ شدن استفاده برده می‌توانیم؟ استفاده برده نمی‌توانیم. یگان فایده برای ما و شما رسانده نمی‌تواند. مثل همین قلب انسان هم همین است. انسان هنگامی که گناه را دوام می‌دهد، گناه مثل آتش است. قلب را می‌سوزاند و این قلب بیکاره می‌شود. یعنی این قلب از آیات ها و حدیث ها و دیگر معرفت ها، از حقیقت ها استفاده برده نمیتواند. الله ما و شما را و نسل ما را از این حالت، از حالت خسیس، از حالت پستی نگه دارد. آمین. و هو المنکوب المعزى. این شخصی که با گناه قلب خود را مثل همین پوستی آبی پوسیده گرداند، باید در بالای این شخص چیکار کنیم؟ برای تعزیه بیاییم، برای اینکه این قلب انسان مرده است. ذهبت مآکله و شهواته ملأ بها المرحاض. این مصیبت است که خوردن، نوشیدن و تمام خواهش‌های او تنها رفتن به حاجتخانه و راضی کردن دل همسرش تشکیل می‌دهد. و ارضا بها زوجته و یا لیتها كانت من حلال. کاش که حد اقل خوراکش را، حاجت همسرش را از راه حلال به دست آورده به انجام دهد. فاول المقامات، اولین مقام در نزد الله سبحانه و تعالی چی است؟ اولین مقام التوبه، توبه کردن. ولا يقبل ما بعدها الا بها. به توبه دیگر اعمالهای انسان قبول نمی شود. پیش از عملهای نیک کردن باید انسان توبه کند از گناههایش، تا اینکه عملهای کردهش در نزد الله مقبول باشد. هنگامی که عمل میکند لیکن به توبه رو ترک میکند، در این حالت عمل این انسان هرگز قبول نمی شود. المعصیه تسود القلب و التوبه تغسله. المعصیه، گناه، معصیت معنای گناه، تسود، سیاه میکند، یعنی که سیاه میکند چرا؟ القلب، قلب انسان را. و توبه باشد، تغسله، توبه باشد، این قلب انسان را از گناه پاک میکند، میشوید، گناه را دور میکند. مثال العبد اذا فعل المعصیه كالقدر الجدید. مثال العبد، حالی بنده ای که اذا فعل المعصیه، گناه میکند. یک بنده فکر کنید که گناه میکند، این بنده مثل چی است؟ كالقدر الجدید، مثل یک کوزه نو است که نو خریدگی هستید از فروشنده‌اش، از کوزه فروش یک کوزه را گرفتید که مثل بنده گناهکار یکم بار هنگامی که گناه میکند مثل می کوزه نو است. یوقد تحتها النار ساعة فتسود. یوقد، در بالای آتش ماندید و آتش را درگیراندید. سری وقت آتش را درگیراندید و رنگ این کوزه چه شد؟ به سیاه شدن تبدیل یافت. هنگام شما آتش را تحت کوزه یا که ستیل یا که یگان دیگ آتش را در میگیرانید، در این حالت سیاه میشود این چیز. فان بادرت الى غسلها،
پس اون سیاهی کوزه رو اگر در حال بعد از خوراک آب رو جوشاندن تیزتر همون تازه کردید، در این حالت و سیاهی میرود. این غسلت من ذلك السواد، از این کوزه یا که دیگ سیاهی آتش میرود، دور میشد. و این ترکتها و طبخت فيها مرة بعد مرتين، اگر شما کوزه را یا که دیگ را در بالای آتش ماندید و این کوزه با آتش در بالایش خوراک کردید یا که آب جوشاندید، در این حالت سیاه شد و این سیاهی را شما نشستید. یک بار نشستید، دو بار نشستید، سه بار، چهار بار و دوام دادید نشستن را. در این حالت چی میشود برادران عزیز و خواهران عزیز؟ ثبت السواد فيها حتى تنكسر. در این حالت سیاهی در تگ دیگ، در تگ کوزه زیادتر می شود، همه قدر زیادتر می شود که چقورتر و زیادتر سختتر می شود که شما اگر حرکت کنید که شویم و این سیاهی را دور کنم، هرگز نمی توانید که این سیاهی را دور کنید. سیاهی را دور کردن بسیار مشکل می شود. و شستن یگان فایده ولا یفید غسلها شیئا. و شستن این سیاهی که در تگ دیگ است، در تگ کوزه است، یگان فایده نمی رسوند، یگان ذره فایده نمی رسوند. فالتوبه، همین توبه مثل همین کوزه یا که همین دیگ سیاه است. هي التي تغسل سواد القلب. توبه هم قلب انسان را، قلبی که انسان گناه کرد و قلبش را سیاه کرد، این سیاهی را توبه می شوید. هنگامی که انسان گناه کرد، پس از گناه کردن در حال اگر توبه کند، یعنی که پشیمان شود، استغفرالله گوید، توبه کردن از گناه دور شود و استغفرالله گوید، به جانب الله با امرهای الله رود، نزدیک شود و با امرهای الله بچسبد، در این حالت توبهش سیاهی قلبش رو میشوید، سیاهی قلبش رو دور میکند. فتبرز الاعمال و علیها رائحة القبول. با همین عمل، یعنی که قلبی که با گناه سیاه شد و در حال شما توبه کرده و این سیاهی رو دور کرده، هنگامی که عمل میکنید، در این حالت از عملهای شما بوی قبول به مشامتون میرسد. هنگامی که انسان قلبش سیاه است، بعد از گناه کردن قلب سیاه شد و عملی نیک هم کند، این عمل در نزد الله قبول شدن است بسیار مشکل است، بوی قبول ندارد در مشام انسان. اگر بعد از گناه کردن توبه کرد و عملی نیک کرد، در این حالت در عملی و انسان یک بوی قبول به مشامش میرسد. الله در این خصوص ما و شما رو موفق گرداند. این چیزهایی که باریک هستند، این چیزهایی که عمیق هستند، ادراک کردنش رو برای ما و شما نصیب گرداند و میسر گرداند الله. فاطلب من الله تعالی التوبه دائما. پس همیشه از خداوند متعال، از خداوند بزرگ چی رو طلب کن؟ توبه رو دائما توبه رو از خداوند طلب کن. یا الله مرا و نسل مرا و نزدیکان من را در خصوص توبه موفق گردان یا رب. امین. این دعا رو باید دائما کنیم، دائما، شب و روز، یاش یا کی کلان سال فرقی ندارد. فإن ظفرت بها، اگر تو در این خصوص، در خصوص توبه کردن موفق شدی، در این خصوص اگر موفق شدی، فقط طاب وقتک، پس تو خوشبخت میشوی در نزد الله. در نزد الله خوشبخت میشوی، دل تو تنگ نمیشود، تو در مشکلی غرق نمیشوی، با پرابلم های دنیوی نیست نابود نمیشوی، شکسته نمیشوی، ریخته نمیشوی. این دنیای الله است. قاعده زندگانی کردن را، قاعده پول کار کردن را، قاعده خانه داشتن را، قاعده خواندن و تطبیق کردن را الله میماند. ما باید قاعده زندگی را از قرآن، از سنت، از اجماع و قیاس و از کلام بزرگان و مشایخ کلان باید گیریم. لانها موهوبه من الله تعالی، زیرا این نعمتی است که از طرف پروردگار داده شده است. این نعمت را برای هر کس الله نمیدهد، هیبه نمیکند. موهوبه، هیبه یعنی که یک نعمتی که بدون عوض داده شده است. یعنی که توبه یک نعمت است که الله این را بدون عوض، بدون یگان کار انسان ها را بعضا چی میکنند؟ موفق میکنند. یضعها حیث شاء من عباده. توبه را الله به کدام بنده خواهد به همان عطا میکند، به همان میدهد. از همین جهت باید ما چی کنیم؟ از الله زاری و تولا کنیم که ما را در خصوص توبه کردن موفق گردونه، که تا اینکه خوشبخت باشیم در نزد الله، تا اینکه در نزد الله سربلند باشیم، در نزد پروردگار، در نزد رسول خداوند چی باشیم؟ سربلند باشیم. وقد یظفر بها العبد مشقق الاکعاب دون سیده. بسیار وقتا دیده شده است که غلام با پای کفیده، العبد غلام، المشقق الاکعاب یعنی که با پای کفیده در خصوص توبه موفق می شود، لیکن دون سیده، سید صاحب این غلام باشد در خصوص توبه، آقایش یعنی در خصوص توبه موفق نمی شود. در واقع دیده ایستاده که در حقیقت این هست. وقد تظفر بها المرأة دون زوجها. زن بعضا می شود که زن یک مرد در توبه موفق می شود، لیکن
مرد موفق نمیشود در توبه. هر چقدر توبه میکنه توبهش الله قبول نمیکنه. یا که برعکس بعضا میشود که مرد در توبه موفق میشود، زن باشد موفق نمیشود. و شاب بدون شیخ، بعضا میشود که جوان توبه میکند توبهش قبول میشود، در خصوص توبه موفق میشود، لیکن کسی که پیران سال است، پیر است، سال دارد، کلان است، لیکن تا در توبه موفق نمیشود. یا که برعکس آدمی کلان سال در توبه موفق میشود، جوان در توبه موفق نمیشود. سبحان الله. فإن ظفرت بها، اگر در این حالت موفق شدی، فقط احبک الله، پس بدون که البته الله تو رو دوست داشته است. اگر خواهی که الله تو رو دوست داشت یا که نداشت فهمیدن خواهی، پس نگاه کن در خصوص توبت موفق شدی یا نشدی. یک چیز خطا رو ترک کردنی هستی، آیا بعد از توبه کردن این کار رو باز تکرار کرده استوده یا نه؟ اگر دیدی که باز تکرار نکرده استوده، الله تو رو در توبه موفق کرده است و پلوس الله تو رو دوست داشته است. دلیل ما چی است؟ در قرآن کریم دلیل است که استعاذ بالله ان الله، البته که الله یحب، دوست می‌دارد، التوابین، کسانی که زیاده توبه میکنند، و یحب المتطهرین، و پاکیزگان را دوست می‌دارد. الله متعال. الله ما و شما را در خصوص توبه موفق گرداند، زندگی ما را مانند زندگی پیامبر خداوند صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام و تبع تابعین و بزرگان موافق گرداند، رضای خودش را به دست آوردن را برای ما و شما موفق و نصیب و میسر گرداند. و الحمدلله رب العالمین.